بگو ای پیغمبر هذه سبیل، این منهج ما، این راه ما، ادعو دعوت میکنم الی الله به سوی پروردگار عظیم، ادعو الی الله علی بصیرت و یک فهم دقیق و رسا، انا و من اتبعنی، ما و آنانی که پیروی مرا میکنند، و سبحان الله، پاکی الله راست، و ما انا من المشرکین، و ما از جمله مشرکان است. عزیزان معنی چی شد؟ قل هذه سبیلی، بگو ایران است. ما خدا پت نمی کنیم و مردم نمی که ما چی نه، ما میگیم ما مسلمان هستم و به اسلام دعوت میکنم. چه رقم دعوت میکنم؟ علی بصیرت، با یک فهم خوب، با یک فهم زیبا. فهم خوب از کجا گرفتیم؟ کتاب، سنت، صحابه، تابعین، تبع تابعین. این فهم ما از دین شد، به این منهج روان است. اینی روش ماست، روش خدا پت نمی کنه. از این خاطر ما میگم وقتی که ما میگیم که ما به چی دعوت میکنیم، میگم به نجات. به چی دعوت میکنیم؟ به جنت. به چی دعوت میکنیم؟ به آزادی، به حرمت. این دعوت که میکنیم، این دعوت زندگی است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بر مردن نیست. دعوت دین برای کشتن مردم نیست، بلکه بر نجات مردم است. و این دعوت تعلق بر قوم و زبان و نژاد و سن ندارد. و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا. به همه مردم است، به همه مردم است. و از طرف دیگری این وظیفه ماست. هیچ کس حق نداره که بر من بگه که تو این کار نکن. حق کس نیست، بلکه مکلفیت ماست. ارگاه ما امی کار کردیم عزیز میشه، ارگاه امی کار کنار کشیدیم ذلیل میشه. دقیق شد انشاءالله. ما چه وقت عزیز میشیم؟ انگام کار عزیز و مقبول حمل کنیم. با مجرد که امی کار نکنیم ما ذلیل میشه. دقیق شد انشاءالله. قل هذه سبیل ادعو الى الله على بصیرت انا و من اتبعنی، انا و من اتبعنی. در دعوت ما این سنبندی وجود ندارد که دعوت تنها کی باید بکنه ولا ما بکنه. تو نیست. این دعوت کی باید بکنه؟ تنها و تنها فلان شاید بکنه. این دعوت کل ما باید بکنیم. بلغوا عنی ولو آیه. پیغمبر رسول کل ما دعوت باید بکنیم. کل ما در راستا باید بریم. دکاندار ما در دکانداریش که میشینه یک کسی غلطه ببینه باز میگه با خیر بود، این مشکل داریم یا اصلاح کنیم. صحیح شد؟ پدر ما، مادر ما، طفل ما، خرد ما، بزرگ ما، همه ما شما دعوت سهم باید داشته باشیم. کاری که میفهمیم همه خوب بکنیم. کار بزرگان ما با بزرگان اعلام میکنیم. ولی یک نفر دروغ گفت، این خب برش گفته میتونی که دروغ حرامه؟ اینو گفته نمیتونی. یک نفر وعده خلافی کرد، اینو گفته نمیتونی. یک نفر چال زد، گفتنش نمیتونی. چیز واضح هست، اما خوب بکنید. کارهای علمی شو باز بگذارن با عالم. ولی کارهایی که در سهم ماست او را خوب باید انجام بدیم. او کل ما باشه باید داخل بوده باشه. از این خاطر است ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و یلعنهم الله. قسم با خدا اگر دین ما برای کافر نرساندیم، به مسیحی نرساندیم، با اندو نرساندیم، به سرتش نرساندیم، صبح اونها ما را نفرین میکنه. و این یک چیزی واضحی است. خدا شاهد است که ما 10 نفر مسلمانای نو را میفهمیم که سر ما نفرین نمیگه که، ولی میگه بسیار جفاکار مردم بودیم. دقیق شدن؟ چرا این رقم میگه؟ به خاطر که ما در بین خودم دیدیم. صحیح شد؟ کاری اصلی از پیش ما مانده. ما در بین خودم دیدیم. هرگاه کل ما برای کار اصلی خود کار بکنیم، این گپ خودترک از پیش ما میمانه. بسیار کوچک میمانه. این تأسف ماست. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. این مردم راستگار است. امر بالمعروف نهی از منکر واجبه فرض ماست.
همه ما شما در یک مجلس بشین، غیبت شروع شد، فوراً بگوی که یعنی تو غیبت است، بند نمیکنی. قسم با خودت که می آوازت بلند شو ولو که خرد باشی، زد یعنی مجلس خود با خود آراسش میکنی. اما قمیت نمی. یک نفر یک بار داشتم و شروع کرد چتیات گفت هر دستی اجازه است، مسلمان نفرین نمیگه، مسلمان لعنت نمیگه، مسلمان فحش نمیگه، اما قبول گوید جور میشه نمیشه. چه رقم جامعه است؟ این جامعه حساس است. هر کدام ما ایزن کار خلاف دین دیدیم اعتراض بکنیم و اعتراض نه به جنگ، اعتراض به منطق، اعتراض با خشونت نه، اعتراض به زیبایی جور میشه. هر دامو تو قراره که در خود بانه که این کلان است، اگر دروغ گفت خیر است، اگر این کلان است لعنت گفت خیر است، اگر گروه فلان است خیر است، وطن چه جور شد؟ جور میشه. کل ما شما چی باید بکنیم؟ توانایی از این را باید داشته باشیم که اصلاحات بیاریم. و پیامبر میگه من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلب و ذلك اضعف الایمان. ضعیف ایمان امی است، ضعیف ایمان امی است. الله ایمانای ما شما را تقویه بکنه.